از کارهای دیگر بله محمود شریفپور. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادرای عزیز. امیدوارم همه خوب هستید. برادر محمد محیدین کبیری، این سوال برای شما همه مخالفین برای شما همین سوال باوری دارن که دادنی است. ما رحمانوف میدونیم که او وعده خلاف است، شیطان است. میدونه که روزش کم ماندگی است و میخواد فرزندش بماند. سوال: آیا مخالفین باز با رحمانوف صلح میکند یا نه؟ آماده هست با این؟ که محمد اقبال میدونم که او تماما راضی نیست، جای رحمانوف کیرپیش نی. دیگر مخینو کنی چی فکری شما من فهمیدنی هستم. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیز. بسیار سوال مهم و همزمان خیلی دشوار هست، اما من با شما صادقانه جواب میگم و نمیخوام در شما یک انتظاری و توقع کاذب دروغین به وجود بیاید. من حالا با اپوزیسیا کار ندارم. درست که من رهبر یکی از شاخه‌های اپوزیسیا هستم، اما حتی از نام پیمان ملی و از نام نهضت هم صحبت ندارم. نظر شخصی خودم رو میگم، چون من فلسفه زندگیم گفتگو هست. من اعتقاد دارم که اون چیزی رو که از طریق گفتگو، مذاکرات حل کرده می شود، اون رو از طریق نظامی، انقلاب، جنگ حل کردن امکان ندارد. پروردگار حتی لازم شد با شیطان وارد گفتگو شد. شما در سوره بقره میدونید پروردگار با شیطان وارد مذاکره و گفتگو شد. حالا هر کسی بیاد بگه که آیا می شود که با رحمانی که خیانت کرد، دزدی کرد، فریب کرد، این همه جنایت ها را صادر کرد، باز هم فریب میخورید، باز هم گفتگو میکنید؟ من میگم که با شیطان هم لازم شود باید گفتگو کرد، اما نباید دیگر فریب خورد. من با رحمان اگر روزش بیاید و شرایط شود به خاطر ملتم، به خاطر وطنم، اگر لازم شود که یا من گفت و شنید کنم یا هر کسی دیگر، یا شاید در اون وقت یک نفر دیگر میاد مسئولیت به دوش میگیرد که من اصلا وجود ندارم، باید مذاکرات، گفتگو سر یک مسئله باشد. بله گفتگو باید کنیم، مذاکرات باید کنیم اگر لازم باشد، سر آن که رحمانوف چگونه باید با خانواده‌اش در سر قدرت نباشد. فقط مذاکرات سر تقدیر آینده رحمانوف و خانواده‌اش. من این را جایز میدونم به خاطر ملتم، به خاطر وطنم. اما همه گونه موضوع دیگر و همه گونه مذاکرات و گفت و شنیده که یک جزءش این باشد که امام علی رحمان در سر قدرت بیستد، شخصا خودش، من این را قبول ندارم. درست. اما منم با این موافقم. مثلا امام علی رحمان بیاد بگه که خب من میخواهم که از ملت کفالت بگیرم که خودم مثلا تا وقت زنده هستم یا فرزندانم مثلا زندانی نشوند، ما میتونیم وارد گفتگو شویم، ببینیم خب کدام قسمتش مثلا درست کدامش نه. اما این که امام رحمان میگه که من گفت و شنید میکنم باز در سر قدرت بیام، این ادامه فریب خوردن است. سنجیده شده رو میگن نمیسنجن دیگر باره. ما یک بار سنجیدیم، فریب خوردیم، باید اعتراف کنیم که ما رو فریب کرد. یعنی شخصا من نه رئیس حزب بودم، نه رئیس کمیسیون آشتی ملی بودم، نه حجت رو امضا کردم، اما هیچ وقت نمیگم که ما رو فریب نکرد، میگم ما رو فریب کرد، ملت رو فریب کرد. من جزء ملتم. من امروز مسئولیت یک حزب اپوزیسیونی رو با دوش دارم، پیمان رو با دوش دارم. بنابر همین کاملا من آشکار و شفاف میگم، چون فلسفه زندگیم این است که آن چیزی را که با راه گفت و شنید حل کرده می شود، با راه جنگ نباید حل کرد.